دختره که مرا اکا گفتم مثلا مراجعت میکند، ایشون با تقوا هستند، با او ازدواج کردن اجازت هست یا نه؟ شما خورد؟ نه، من 20 سالم уже. نه دختر چند ساله؟ دختر 17. شما رو اکا گفتنش هیچ معنا ندارم. یعنی ما در جاهای ما عرف میخواد که هر کسی که خود مکلل است اکا میگوییم، یعنی برادر. هیچ گپ نکاح کی شد مادامی که محرم نباشد، یعنی که خویش و تباری محرمیت نداشته باشد و نکاحش درسته و خواهر شما نباشد، آخر خواهر اسلامی تان است. همین خیر. بله، بله، بله. وقتی که به خونهشون خب کمی خیش و تواری داریم اما دورتر هستند. وقتی که به خونهشون میرفتم مثلا یکم چیز میپرسیدم، در همونجا مرا اکا مراجعت میکردن، مثلا اکا گفتم مراجعت میکردن. هیچ گپی و ندارد. من و من وقتی خواستگار خواستم روان کنم، ایشون گفتن که یعنی من او را اکا میگویم، این چگونه میشود؟ گفته هیچی پرسیدم. نمیشه. ذلك قولكم بافواهکم. این یک سخنایی که به دهنتان میگویید، یعنی که وای مسئله کسی زنش اگر گوید که زنی خودشه، تو برای من مثل خواهرم گوید، انا وای زیهار میشه. اینه برای چی میگفتن در زمان جاهلیت و جای طلاق بود این گپ. یعنی این گپ تو برای من مثل خواهرم هستی میگفتن. یعنی معناش خیلی که خواهرم کدی ازدواج کردنی من ممکن نیست، از همین روز با تو ما ازدواج کردن ما ممکن نیست. یعنی طلاق در زمان جاهلیت همین طلاق بود. حتی وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم همین مسئله که اومدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاقش واقع کردن، گفتن طلاق شو، جدا شو گفتن. بعد الله تعالی آیت زیهار را نازل کرد. کسی که زیهار میکند یعنی این بعدی زن گرفتن، نعوذ بالله، کسی اگر همین گپ نسبتی زنش گفت تو برای من مانند مادرم یا تو برای من مانند خواهرم یا مانند دخترم گوید، این زیهار است. این جزا دارد. ما درباره زیهار یک صحبتی کوتاه داریم که جزاش چی است. آنایی که زیهار میکنن جزایشون چی است؟ غلام آزاد میکنن. غلام آزاد کردن نتوانند چیکار میکنن؟ برای این چیزا ممکنه قولی منکر از گفتنش. بعد الله تعالی باید طلاقش حساب نکرد، لیکن باید کفاره دهد. کفارش اول میدهد، بعد بازنش زندگی میکنه. تا کفاره رو ندهد بازنش زندگی نمیکنه، کفاره زیار. اما این از آن شما زیهار نیستی، هیچ گپی نداره، گرفتن گرید. الله تعالی گفت که کسی اگر زیهار کند و فتحریر رقبه، یا غلام آزاد میکنه. خیلی غلام آزاد کردن عین حال نیست. به جای غلام آزاد کردن فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، 2 ماه پر روزه میداره، 2 ماهی پی در هم. 60 روزه هم نگفت الله تعالی، 2 ماهی پی در هم گفت. یعنی 2 ماه پر میدارد، یگان روز در مابینش استراحت نمیکند. 2 ماه پر روزه میدارد. کسی غلام آزاد کرده نتونست 2 ماه پر روزه میدارد. فمن لم یستطع، اگر کسی که همین کار نتوند واقعا، ثانی فاطعام 60 مسکینه، به 60 مسکین طعام میدهد. بعد به نزد زنش برمیگردد.